سلام، موسیپاتر هستم. قصد دارم که یه سری ویدیو بگیرم، اول واسه خودم بک تست بگیرم و دوم اگه شما مخاطب عزیز این ویدیو رو میبینی، روشم هم برای بک تست گیری اینه که با استفاده از این ابزار میام نموده رو قطع میکنم و تحلیل میکنم و در نهایت هم بودین پخش رو میزنم و ببینم چه اتفاق واسش میفته. اما نه روی بیت کوین رو خب چارتشو حفظم. بیت کوین واسه همین اصلا میرم دنبال یه نمادی که یه مقدار هم چیز باشه. میرم توی بازار جهانی CAD GP5 GPY USC CHF IUD USC ندیدم چارتش، فکر میکنم که همین بریم. من چشام میگیرم، روی چشام میگیرم، اینو میذارم روی هفتگی. دیدی یکم طول کشید واسه اینه که اینجا چشمو کامل گرفتم، حتی موس الان گم کردم. خب من فقط از روی حجم متوجه میشم که تا کجا نمودار داره. من میخوام برم اینجا، یکم حجمه به نظرم زیاده و جالبه، اینجا میزنم. خب خوبه، هم سقف داریم هم کف داریم. خب من سعی میکنم که چارتو همین حالت هفتگی یه حمایت مقاومت از توش در بیارم، بعد میرم تایم پایین تر دیلی و تو تایم 4 ساعته و 1 ساعته من ترید میکنم. خب من میخوام الان حمایت مقاومت در بیارم برای این جفت ارز. یه حمایت اینجا در نظر میگیرم، فقط دارم میکشم، میخوام یه چیزی دستم باشه. اینجا مقاومت و همجا اوکی. این پایین هم حمایت دارم، ولی خب تایم هفتگیه، من میخوام توی 4 ساعته وقتی ترید کنم دیگه همین حمایت برای من کافیه. حمایت های ماهیانه رو سفید میکنم، اینم تو خالی باشه بهتره. بله، حمایت های ماهانه سفید باشن. حمایت های حمایت های هفتگی سفید. حمایت های روزانه رو میذارم سبز یا سبز میذارم. خب توی روزانه الان کجای کاریم؟ توی روزانه این پشت من اینجا یه چند تا درایو میبینم که بعدش قیمتش خیلی شارپ ریخته. انتهای درایو، اصلا کلا درایو 2 یه درایو مهمه و انتهاش هم یه جای خیلی مهمه واسه من. مثلا من اینجا رو گفتم زرد یا سبز فرقی نداره، روزانه رو سبز میکنم، زرد میکنم، 4 ساعته رو سبز، اینجوری بهترم هست. خب اینجا هم روزانه و همچنین یه شبه QM اینجا میبینم، حالا درست نمیبینمش، باید برم تا این پایین تر. اینجا یه حمایت روزانه دارم. خب این گلف کرده، آره میشه این یه حمایت روزانه خوب در نظر گرفت و و و برم تایم 4 ساعته
تایم 4 ساعته. اینجا یه گره خروج دارم، این گره خروج واضح همینه، ولی خب این سفارش داره توش. 4 ساعته سبز. این هم فکر میکنم سفارش داشته باشه سبز. و مقاومت هم که فعلا دیگه این پشت مشتا چیزی دیده نمیشه تو 4 ساعته. اوکی، من میرم برای ترید و سعی میکنم که حجم ویدیو بیشتر از نیم ساعت نشه. خب من یه چیزی همین اول بگم. فرض کنیم من اینجا یه خط روندی دارم که حالا قیمت میاد و میشکنش، از دست میره. اینجا یه جای خیلی مهم میشه واسه من، همین گره. این گره واسه من یه جای خیلی مهمه. بعد وقتی قیمت برمیگرده به اینجا و ردش میکنه، این برای خودش میشه یه حمایت خوب. وقتی میشه یه حمایت خوب، بازم میتونم تستش کنم. یعنی اینجا من تو تایم پایین تر اینجا رو هم یه حمایت 4 ساعته در نظر میگیرم. ولی خب برم تایم پایین تر، یه بار اینجا تست شده، یعنی یه بار خودش، یه بارم تست شدهش، 2 بار تست شده. بار سوم مقدار ریسکیه، ولی خب بریم جلو ببینیم چی میشه. خب من پخش رو میزنم بریم جلو. خب اینجا یه شادوی زد بهش، یه واکنش ریزی داد. تمام، در حد همینقدر انتظار داشتم. و حالا بیاد این پایین تر. من چون میخوام ترید کنم میرم تایم 1 ساعته دیگه. تو 1 ساعته من دنبال ترید و پوزیشن و این حرف هست. خب اینجا این محدوده واکنش خوبی داشت و حالا اینجا واسه من جای مهمیه. خب اینو رد کرده الان و حالا من میتونم دنبال سلش باشم. به نظر من اینجا جایی که یه سل داره، اینجا هم همینطور. اول اینجا رو تست میکنم. خب اینجا سلش جواب داد و محل بعدی اینجا رو سل میگیرم. خب سل اونجا نرسید و قیمت خیلی شارپ داره میاد پایین. من خب این محدوده هم واکنش خوبی نشون داد، در حد همون شادو. خب نمیدونم چی میشه. بازار بسته شده و باز شده، یک گپی ایجاد شد. خب من اینجا بعدم نمیاد سل بگیرم، یعنی حتی تو همین شرایطی که هنوز هیچ آلارمی واسه سل وجود نداره، من حد ضررم میذارم پشت این سقف و حد سودم میارم اینجا روی همین محدوده‌ای که قبلا بوده و این گپ هم حالا ممکنه که پر بشه. خب یه مقدار کار داره خطری میشه. خب ادامهش بدیم. خب حد سود ما رو زد و حالا بریم واسه ادامه داستان. یه نکته‌ای که من اینجا مشکل دارم باش اینه که اینجا دقیقاً QM بوده، یعنی این محدوده که من در نظر گرفتم سفارش داشت، سفارش نسبتا خوبی هم داشت. از اینجا
اومد به اینجا و برگشت تا اینجا، یعنی یه نوسان خوبی رو داد، ولی خب نقطه اصلی اینجا بوده، اینجا بوده. حالا میشه اینو کیو ام گرفتی یا نه. میریم جلو ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم کیو ام بوده یا نه. بازم میشه مثال پیدا کرد از توش یا نه. خب ادامه بدیم بریم جلوتر. چیز خاصی من نمیبینم اینجا. یه نکته میخوام بگم، اینجا ما یه مثلث داشتیم. خب فرض کنیم که اینجا داستان بودیم، یه مثلث داشتیم، خریدارا این کندل رو میبینن دیگه، اینجا وارد میشن. اینجا که وارد میشن قیمت شارپ میریزه و خط کفشون هم از دست میده و دیگه کلا حد ضرر رو خریدارا رو میزنه، واسه همین انقدر سری میاد پایین. اینجا گول زده انگار خریدارا رو و به قول RTM کارا اینجا یه اف او یا به قول کلاسیک کارا اینجا یه شکست فیکه. حالا هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، اینجا گول خوردن خریدارا. وقتی گول میخورن یعنی اینجا یه سفارشی وجود داره. تو همین دایره‌ای که من میکشم یه سفارشی وجود داره، در آینده من میتونم روی این یه پلن داشته باشم واسه ترید. حالا بریم جلو ببینیم میرسه اصلا به اونجا. معمولا دیر میرسه به اینجا، چون این خریدارا حالا حد ضررشون میخوره، اونایی که عاقل هستن میگیرن معاملهشون رو با ضرر میبندن. یه عده هستن که پافشاری میکنن روی خریدشون، یعنی اینجا دوست ندارن با ضرر ببندن دیگه. واسه همین بازار دیر معمولا میاد خودشو به این سطوح میرسونه، دیر میرسونه و اکثر اوقات هم میرسه، یعنی خریدارها لیکوید میشن در نهایت و قیمت میرسه. ولی که سر خودم کم پیش نیومده. خب رسید و حالا ما اینجا به ترید اسکلپی ریسکی میتونیم انجام بدیم. حد سود هم همینقدر، زیادتر از این نیست. خب حد سود رو زد، سریع هم زد. البته این برگشتش هم سریع بود، یعنی انتظاری که من داشتم این بود که از اینجا باز بیاد اینجا و اذیت کنه خریدار رو. خب خریداری که نگردش رو شانس آورد دیگه، سر به سر رد کرد. حالا بریم ادامه ببینیم دیگه کجاها. خب من یه تایم برم بالا ببینم آیا محدوده جدیدی میبینم. من این محدوده ها رو، اونایی که واکنش داده رو دیگه پاک میکنم. خب من اینجا یه محدوده در نظر میگیرم تو تایم 4 ساعته. این کف تا این کف که میشه محدوده، اینجا هم یه محدوده در نظر میگیرم. یعنی در واقع اگه قیمت بیاد بالا اینجا میشه اف او اینجاها سقفا و پایین تر از این اینجا یه نقطه خیلی شارپه یا نقطه مگنتیه، حالا به قول پرایس اکشن کارا. و اینجا هم همینطور، اینجا هم یک بزن نمودار من برعکسش کنم. بله اینجا هم یه نقطه خوبیه. حالا اگه الان نرسه، خب الان دیگه نرسید، بریم
این حمایت روزانه بود که من براش کشیده بودم. ببینیم با این حمایت روزانه چیکار میکنه. خب بالاتر از حمایت یه واکنش. خب رسیده به حمایت روزانه. من میرم توی تایم 1 ساعته تا دیگه اونجا تریگر بگیرم واسه ورود. رسیدیم به تایم به حمایت روزانه. تریگر ندارم فعلا، ندارم. حالا یه مقدار داره هنوز به من تاییدیه نداده. من اینجوری دارم دونه دونه میزنم برای اینکه نمیخوام خیلی سریع بریم جلو، چون دنبال تریگر ورود هستم. خب اصلا بدون اینکه به من تریگر بده، تریگری که فقط داد همین خط روند بود. من معمولا با خط روند زیاد حال نمیکنم به عنوان تریگر. خب اینجا میتونی همینجایی که هست من یه سل میگیرم با حد زر همون سقفی که داره، نه بیشتر، با حد سود اینجا. همین میشه یه ترید 1/2 تقریبا. خب اینجا رو من به عنوان یه واکنش میخواستم در نظر بگیرم که هیچ واکنشی نداد، یه واکنش نصفه رو داد و رفت. اینجا حیف شد. اینجا واقعا مطلب خوبی بود به نظرم، ولی خب تریگر نداد. ببینیم حالا در ادامه میخواد چیکار کنه. آها، داره میرسه به این محدوده، به این خط بنفش. خب یه واکنش ریز بهش شد، اتفاق خاصی نیفتاد. اینجا از حمایت روزانه اومده، اینجا یه محدوده 4 ساعته است. واسه همین این هم زیاد، حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه، ولی خب بهش نمیخوره زیاد بتونه دووم بیاره. خب خیلی شارپ اومد بهش خورد. خب چقدر داره چیز میکنه، شادو میزنه. اینجا باز همین سقف اینجا شده یک واکنش، ولی خب اوکی. این هم حتی رد کرد. اگه قیمت از اینجا می اومد یا از اینجا می اومد به سمت اینجا، من میگفتم خب جا داره واسه پایین، ولی خب وقتی از روزانه اومده میگم همه این 4 ساعته رو سختش میکنه. خب اتفاق خاصی نیفتاده فعلا. دوباره هفته جدید باز شد با یک گپ. این گپ هم قطعا پر میشه. پر شد. خب حالا من اینجا اگه بخواد بیاد، چون میذارمش اینورتر که انگار باز نشده ترید. اگه بیاد خب دیگه الان یکم زش کرد کارو. این واسه چون یکم زش کرد اصلا دوست نداشتم دیگه خودشون. همینجا در لحظه اگه می اومد و برمیداشت خوب بود. خب ببینیم که این محدوده ما بوده، واکنش هم بهش نداد. در واقع از بالاترش واکنش داشت. بریم یکم دلیل پیدا کنیم. این محدوده تقریبا محدود خوبی بود. یه واکنش خوب بهش داد، ولی خب این نه محدوده واکنش خوبی داد، نه اون محدوده که من کشیدم درست بود. اصلا کلا برگشت از یه تایم بالاتر
اولین محدوده رو زیاد نیاز نیست کاری کنیم. اینجا هم کاش میومد اینجا قد برمیگشت. حالا به هر حال من میخوام به یه نتیجه برسم. همینجا اینجا یه خط روندی بوده، خط روند نبوده، یه حمایت معمولی بوده. خط روند درستش اینه که وقتی اینو میاد میزنه بعد میخواد بره یه سقف جدید بزنه، بعد بیاد این تایید میشه، این خط روند تایید میشه. اینجا این همچین اتفاقی نیفتاده. یا مثلا اینجا ما یه خط روند داریم، حالا نیازی نیست حتما این شادو خورده باشه به این یا این از این بیرون نزده باشه. این یه خط رونده و سقف‌های بالاتر زده شده، حتی این سقف هم بالاتره. پس این خط روند اینجا حالا یه محدوده خوبی، یه گره خروجی به اون میده، یا یه دی پی، هرچی میخوایم اسمشو بذاریم. اینجا یه تصمیم گیری اتفاق افتاده دیگه و اونجا ارزش ترید داره. 20 دقیقه از تایم ویدیو گذشته و بازار هم به ما خیلی وقت نقطه ورودی نداده. الان دوباره داریم میرسیم به تایم روزانه. ما نداشت اصلا حرف بزنم دیگه. من دوست دارم که توی این محدوده ها روی MPLش سوار شم. MPLش رو دوست دارم، ولی خب شکلی که داره میسازه از اون شکلیه که میاد اول کف رو میزنه بعد میره یه واکنش، یه ریتریسی میده. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اصلا نیومد به سمت چیز من، MPL من. وقتی این واکنش رخ میده، همین گنده و گولاخ رخ میده، یعنی یه جای کار من اشتباه بوده. MPL اینجاها بوده، MPL برداشته یه واکنش هم داده و بعدش دیگه میاد که کلا دیگه رد کنه. همین این واکنشی که من میخواستم باید یکم بالاتر میذاشتم، جایی که من گذاشتم اشتباه بوده. خب رسیدیم به این سطح مگنتیک. ببینیم با این چیکار میکنه. این معمولا یه ترید خوب میده بعد دیگه تمام میشه. خیلی سریع باید از داخلش خارج چی. اینجا من خارج میشدم، کاری ندارم چقدر بره، همین درد همینجا به هم واکنش داده بود خارج میشدم قطعا. اینجا یه سل بگیریم آقا، یه سل بگیریم اینجا، جبران ضررها رو بگیم با این سل. بیا پایین ضرر رو. آخ ضرر شد پشت ضرر، 2 تا ضرر. حالا این بای اینجا درسته گرفتم، ولی خب اینجا یه ضرر، اینجا یه ضرر. باز دوباره میخوام اینجا بیام یه ریسک دیگه کنم. حد ضررم میذارم این دفعه بالای اینجا، حد سودم دیگه میارم پایین، میارم تا اینجاها، میارم تا اینجا. 1 به 2 تقریبا بده. او هفته جدید باز شده، ممکنه که خیلی خر تو خر باشه. خب تا نزدیکی دیگه زد،
خیال من راحت شد. دوباره میخوام یه ترید دیگه انجام بدم، دوباره تو همین محدوده، با این تفاوت که ریسکم بالاست، یه 1 به 1. خب دیگه داره میره واسه حد ضرر. زد دیگه، زد حد ضررمو. خب زد، امیدوارم بره بالا، نیاد از همینجا پایین. خب رسیدیم به این گره خروج. من یه لحظه برم تو تایم روزانه ببینم کلا قیافه چجوری شده. خب اوکی اوکی. 2 تا ترید دارم، یکی اینجا یکی همین محدود بالایی. مشکل نیست، یکیش قطعا یه واکنش خوبی به من میده. من بی نصیب نمیرم از اینجا. این محدود خوبه، انقدر خوبه که من میخوام ست کنم. ست میکنم. نکن اینجا اینجا موس من اینجا. سلام. اینجا سفارش اینجا رو برداشته، سفارش برداشته شده تا خود همینجا. یعنی اگه حد ضرر اینجای من بخوره تا خود اینجا این نقطه، تا خود این نقطه دیگه سفارش هم برداشته شده دیگه میاد اونجا. یعنی یا من باید حد ضررم اینجا باشه یا باید ببرم اینجا. خب اگه اینجا من ببرم هم خیلی گشاد میشه حد ضررم که اصلا خوب نیست، هم نزدیک این محدوده میشه. پس من تصمیم میگیرم حد ضررم جای درست بذارم اینجا و اگه حد ضررم خورد شاید نه اینجا هم ریسک نمی کنم دیگه، میرم واسه این نقطه، این محدوده سبز بالایی. گفتم یکیش به من یه سود خوب میده. دیگه داریم میرسیم به نیم ساعت. بذاریم آخرین ترید. خب باز شد، حد ضرر نزد هنوز، واکنش خوبی داد. این کار خطرناکه، این حرکت خطرناک شد. یه پایین دیگه قطعا داره. تمام. خب این واکنش داد. اینجا هم یه اینگولفی انجام داده. حالا علاقه دارم به اینکه اینجا یه معامله باید باز کنم، ولی خب ریسکش بالاه قطعا. اگه بخوام تو حالت واقعی این کار انجام بدم، اگه ریسک این معامله حد ضررم بخوره شاید ریسکشو بذارم 2% به مثلا 6%، حالا 1 به 3، ولی اینو میذارم 0.5%. تفاوت این با این ترید اینه که من شاید 6 برابر معتقد بودم که این به حد سود برسه، مطمئن‌تر بودم تا این. اینم بریم ببینیم نقطه بالایش دقیقا کجا بوده. دقیقا نقطه بالایش اومده اینجا بوده. اینجا بوده. گفتم این اومده سفارش ها اینو برداشته، این هم اینجا و آخرین نقطه این افعل اینجا بوده. واسه همین یه مقدار بالاتر اومد. حالا اینجا ببینیم این چیکار میخواد بکنه. حد سودم اینجاست. میگم چون خیلی معامله ریسکیه، خیلی ریسکی بود. حالا برو بالا دیگه، نیاین سمت هدف. خب بریم ببینیم چی میشه کم جلوتر.
FL رو گرفت، فرداش یه واکنش خوبم بهش داد. منظور از خوب اینه که این FL کلا خودش 10 پپ بوده، یه واکنش خوبی تو تایم پایین میشد ازش بگیری. خب من یه واکنش خوب از این محدوده گرفتم، برم تو تایم روزانه دوباره. من یه واکنش خوبی از این محدوده گرفتم، یه سود خوبی ازش کشیدم بیرون. اینجا الان دیگه ریسکیه، من نمیتونم بدون تریگر واردش بشم. دلیل هم اینه که گفتم یا این یا این. اگه اینو همینجوری میرفت فالو بدون واکنش رد میکرد، من از اینجا یه واکنش خوب میگرفتم. حالا که واکنش خوبه رو اینجا گرفتم دیگه، ببخشید رفتم 1 دقیقه. واکنش خوبه رو من از اینجا گرفتم دیگه، از اون زیاد انتظاری ندارم. انتظار واکنش دارم ولی خب انتظار واکنش خوب ندارم، شاید خیلی اذیت کنه. واسه همین من بدون تریگر دیگه اصلا هفته جدید باز میشه اینجا و با گپ هم باز میشه. یه واکنش خوبی داد ولی خب به من تریگر نداد، منم عجله دیگه ندارم واسهش. خب من اینجا ویدیو رو قطع میکنم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدارتون باشه. یه چند تا نشونه بذارم اینجا واسه خودم و شما که فردا اگه ویدیو گرفتم بدونم کجای کار بودیم. این برای 1 ساعته، 1 ساعته قرار شد سبز باشه و 4 ساعته قرار شد زرد باشه. اینجا میذارم 4 ساعته، یه دونه واسه روزانه میذارم سفید، اینجا هم روزانه. خب فردا که اومدیم اینجا اینا باشه تا 1 ساعته. خیلی خوب، بد نبود، واکنش ها محدوده ها بد نبود. حالا بریم فردا دوباره ببینیم چی میشه. 32 دقیقه. خداحافظ.